بنز و بنزین هر دوتاش به قیمت آلمان. بله. خوبه. شما اجازه بدید ما خودرو وارد بکنیم، خودرو از خارج وارد بشه. دست اول دست دومش خیلی مهم نیست. خودروی خوب خارجی با همون کیفیتی که مردم میخوان. اون روز اول یه کارت سوخت بذاریم روش، ممنوعیتش هم برداریم، این عوارض 100% هم برداریم، بذاریم مردم ایران هم از همون خودرو استفاده کنن. روز اول یه کارت سوخت 20000 لیتری روش بزنیم، بگیم ببین مصرف کننده عزیز، تو باید قیمت سوختت هم چون قیمت خودرو مثل آلمانه، همون که همه دوست دارن، قیمت سوختت هم همون خودروی آلمانی باشه. با عوام مردم و اونی که وانت سوار و اونی که پراید سوار و اونی که سمن سواره کاری نداریم. خب روز اول قیمت 10000 لیتر 20000 لیتر قیمت سوخت واقعی رو، یعنی انگار به بازار صادراتیه، ازت میگیرم. از طرفی هم اجازه میدم خودروی خارجی سوار شی. بعدم با این کارت میتونی بری 20000 لیتر در طول زمان قیمت سوخت رو دیگه به قیمت رایگان بزنی. چه اتفاقی میفته؟ من اون موقع حساب کتاب میکنم، خودروی خارجی میخوام بخرم، کیفیتشو دارم، همه چیش عالیه، مصرفش خیلی پایینه، اما سوخت من هم قرار نیست به قیمت سوخت بقیه هم دست بزنیم. سوخت من به قیمت واقعی حساب میشه. همه چیز باید با هم سازگار باشه. اما اینکه بیایم خودروی خارجی رو بیاریم به اسم ماژی، در واقع با این حاشیه سود زیر بازار بفروشیم، بعدم بگیم قیمت سوختت هم که باید یارانه‌ای باشه، همه اینها به هم سازگار نیست. بذاریم حداقل مردم از خودروی خارجی به قیمت خارجی و البته به سوخت خارجی استفاده کنن، اونی هم که داخلی استفاده میکنه همه چیز به قیمت ریالی و ارزون باشه.